مادر پیچیده بود. سفره شام پهن بود و از غذا اون شب همه توی خونه بودن. مادرم به قاعده‌ای که داشت قابلمه‌های غذا رو کنار خودش میذاشت و سهم هر کسی رو میکشید. مادرم حواسش بود که پدرم به خاطر دندون‌های مصنوعیش خورش رو آبدار میخواست. خواهرم کم غذا میخورد. برادرم به پیاز حساسیت داشت یا من که عاشق سیب زمینی سرخ کرده بودم. خلاصه سهم هر کسی رو کشید و تو یکی دو قاشق اول چشم افتاد دوباره به مادرم. گفتم مامان. گفت جانم دوباره سیب زمینی سرخ کرده میخوای؟ گفتم نه. همه با تعجب من رو نگاه کردن. گفتم مامان یعنی میشه توی اون دنیا هم همگی زیر یک سقف جمع بشیم سر همین سفره، شما برای ما غذا بپزی و حواظت به همین باشه؟ پدرم با حالت عجیبی گفت انشاءالله. مادرم بغض کرد. خواهرم پارچه و بهونه کرد و رفت آشپزخونه. برادرم هاج و واج من رو نگاه میکرد. ته دلم گفتم لال میشدی، این چه حرفی بود؟ اما فکر میکنم همه ما آرزو داریم اگر دنیای دیگری باشه، هممون سر اون سفره‌ای که مادرمون پهن میکنه و حواسش به هممون هست جمع بشیم. خانم فراهانی خواهش میکنم بیان، ما مهمان اشعارشون.